یه دفعه به خودم اومدم، یه احساسی مثل تراژدی در من زنده شد و هی من رو برد سمت تراژدی، هی به میگفت تراژدی تراژدی و من رفتم سمت تراژدی. چیزی حلو ایدیش فدن حلو. احنا کتاب دعام دستم. صبح که از خواب بیدار میشدم مثل یه خوراک تراژدی میخوردم. درست شد. توی یه فشار روانی و جسمی خرد کننده‌ای هم قرار داشتم، همزمان بسیار هم عاشقانه و نقاشانه و شاعرانه. با زیزی شروع کردم حرف زدن. گفتم که زیزی آره من اینجوریه و داره دیوونم میکنه، تراژدی فلانه، تراژدی اینجوریه، تراژدی اونجوریه. همینجور که راه میرفتیم بعد زیزی گفت تو چرا کار نمیکنی؟ تو چرا یه بار خودت کار نمیکنی؟ گفتم که حرف نزن، آدم نیست. گفت که آدم نیست. بعد سریع بهش گفتم، همون لحظه گفتم من میخوام کار کنم، تو هستی؟ من همین الان میای با من بخونی؟ گفت همین الان میام واسه میخونم. ما شروع کردیم و در عین حال میخواستیم آسیانگرمون رو هم داشته باشیم. تراژدی رو احساس کردم در ابتدا، بعد رفتم سمت تراژدی، در واقع با اون متن مواجه بشم و دیدم که توی تراژدی هستم بعد از خوندنش و واقعا آنتیگونه به من نیرو داد. یعنی در واقع خون آنتیگونه در رگهای من دوباره دمید و من از جام و ما از جامون بلند شدیم. ای عروس مرده. آنتیگونه دقیقاً مثل یه خون شد، رفت توی رگهام و تونستم از جام بلند شم. یعنی در دل اون رنج دوباره قشنگ در خودم بیدار شم. من آنتیگونه خودم رو ساختم. جولیس مارینا میگفت منم اون سال آنتیگونه خودم. اصلا برای اولین بار انگار یه چیزی رو سلام خانم. سلام. این شگفت زده اون کرد که یه دفعه با هم دیگه همسرایانو کشف کردیم. آره. یعنی این چیزا بعد بهش یه دفعه توی خواب، یه دفعه همون لحظه بیداری، یه دفعه یادت میافتاد که وای ما همش به بازیزی وقتی حرف میزدیم گفتیم که ما دوباره تراژدی رو کشف کردیم. آره. واقعا هم و این به خصوص این وجهش، یعنی من که خودم یه ذره رفته بودم تو لاک مظلوم، حالا آمدانه یا بدون تعمد من نمیدونم، ولی اونجا بودم. بعد وقتی که با آنتیگونه مواجه شدم یه دفعه هرچی میخوندیم دیدیم که کرئون که منم، هایمنم منم، آنتیگونه منم، ایسمنه منم، ایرودیکه منم، آره. تیرزیاس منم، همسرایان منم. وقتی داشتیم اینو میخوندیم یه حالتی تولید شد که ما به رنگ خاکستری تراژدی و شخصیت ها رسیدیم که اصلا تو نمیتونی بگی کرئون بده، آنتیگونه خوبه، ایسمنز ترسوه، هایمن شجاعه. یعنی هیچ کدوم از این برچسبا رو تو نمیتونی روی این شخصیت ها بزنی، چرا که همه اینها شخصیت های زمینی هستند. یعنی از خودمون وقتی که سراغ خودمون رفتیم دیدیم که من کرئونم، من اینجا اینم، من اینم و دیگه نتونستیم تفکیک اصلا یعنی یک واحد شد برامون قشنگ. بعد حتی بین خودم و خودش دیگه حتی نمیتونستیم تفکیک، یعنی یکی بودیم انگار. آره. دو بودیم در یک دقیقاً. ملتت را نجات بده، تبای را از غرقاب برهان، آی با کوس. اولین چیزی که ما به هم گفتیم دوتایی کار بخوایم بکنیم. ما اینا رو شروع کردیم چرخشی بین هم عوض کردن. یعنی من آنتیگونه می شدم، زکیه ایسمنه می شد، جای دیگه زکیه آنتیگونه می شد و من ایسمنه می شدم و همینجور اینو می چرخوندیم. ما همه بودیم. آره، یعنی کرئون من بودم، زکی هم بود، سراهنگ من بودم، زکی بود و همه اینا بینمون در حال چرخش بود. به جز دو تا از شخصیت‌ها به سرعت هم به این رسیدیم. آره، با این شروع کردیم. آره.
فقط 2 تا دونه شخصیت رو ما چیز کردیم دیگه، اونو فیکس کردیم روی یک فرد. آره ایرودیکه فقط من بودم، شما فقط زیاد. و یه چیز جالبتری که دوباره وقتی که پیش رفتیم با همون اومد، این کلمات تکراری که دلمون میخواست در واقع صدای خفه ما بود، ما اون کلمات رو برمی داشتیم. آره. مثلا میگفت کرئون، مثلا میگفت فرمان میدهم، مثلا هر جا توی متن خونده میشد منم با صدای تو می اومدم فرمان میدهم. یعنی ما تأکیدامون رو داشتیم، زن را آزاد کن، فرمان میدهم، تغییر کردن محال است، تغییر کردن فلان است، مرگ مرگ مرگ، مرد زن مرد، پسر مرد، زن مرد، پسر مرد، زن مرد، پسر مرد. و ما کم کم گفتیم که من داشتم گفتم من دلم میخواد حرفای خودم هم بزنم توی این متن. یعنی من دلم میخواد بگم که من کجا هستم که آنتیگونه رو برداشتم و شروعش کردم. و شروع کردم توی دل خود متن کلمات رو در آوردن. بعد که به زیزی گفتم، زیزی به سرعت استقبال کرد، زیزی کمک کرد که کلمات واقعیمون رو پیدا کنیم. و ما توی خود متن یه بار سرهم کردم، حتی نوشتم تمام جملاتمون رو که خواسته هامون اینه. چقدر قشنگه. مرگ تو برای من همه چیز است. آنتیگونه. پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بدایند است و از برکت ایزدان همیشه خواهد بود. همه چیز من نیز تو را بدایند است. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند. یعنی آدم نیست، آدمش نیست که کشف کنه. بیا بخونی بری. اصلا با زیزی بعد مشعوف بودیم از اینکه وای ما تراژدی کشف کردیم. دقیقاً. ما اصلا بعد جالبه ما از ببخشید میخوای تو هیجان؟ نه بگو. از دل حالتهای روزمره، از دل گپ و گفتگوهای زنانه، از دل آزمون خطاهای زنانه، تأکیدی که رو زنانه میذارم به خاطر اینکه خیلی جمع زنانه یعنی زنانه جدی خیلی اتفاق نیفتاده که تو بتونی از توش چیزهایی رو کشف بکنی. همیشه یا یه مردی بوده یا در سایه یک مردی بودی یا در گروهی بودی و این اصلا بد نیست. یعنی اینو اصلا ارزش و غیر ارزش نمیگم، فقط به عنوان یه تجربه‌ای که تو نکردی و وقتی تجربهش میکنی میبینی چه درایی باز میشه که تو مثلا این امکانو جای دیگه نمیتونی داشته باشی و چه چیزایی میتونی بر بکشی از این چیزهای زنانه‌ای که میتونه اولش خیلی به نظر خنده‌داره، یعنی مثل گپ و نشستای زنانه حتی ما داریم عین مثلا 2 تا دختر 6 ساله با همدیگه حتی بازی میکنیم. یعنی همه چیز داره توی بازی واقعا. بعد یه دفعه از این بازی‌ها یه دفعه میریم به بازی‌های بچگانمون، به بازی‌های قدیم، بعد میایم تو بازی‌های الان، بعد همه اینا رو می‌بینیم همه داره توی کار میاد و یعنی توی اون دوره قشنگ ما بودیم. یعنی ما اونها حتی قهر و آشتیامون، یعنی مثلا توی فواصلی با هم دیگه جدل می‌کردیم، بحث می‌کردیم، قهر بودیم، یعنی با قهرمون می‌اومدیم می‌شستیم سر تمرین و چیز هم نمی‌کردیم، یعنی کوتاه هم نمی‌اومدیم از حالت قهرمون. ببین یه بار با هم دیگه قهر کردیم وسط به من گفتش که کمربند تو ببند. گفتم من نمیخوام کمربندمو ببندم، منم از یه جای دیگه شاکی بودم که به اینا ربطی نداشت. بعد ولی به هم دیگه عین صاعقه به هم دیگه زدیم. نه وایسا، پرانتز، ما قرار بود مامانو برسونیم بعد بریم سر تمرین، یعنی یه چیز این شکلی داشتیم. بعد یه دفعه گفت کمربندتو نبندی من حرکت نمیکنم. گفتم من نمیبندم، زدم وایساد، منم سری در باز کردم، پریدم پایین، اصلا نفهمیدم، انگار با 2 قدم پریدم اونور اتوبان بود. اتوبان بود. من به یاد میارم مامان رو دور یه زن عرب با چادر و عبا تو آفتاب میومد سمت من. بعد بعد وایستادم، پولم نداشتم، وایستادم سر کوچه. بعد از این کارت به اون کارت مثلا 2-3 تومن خودمو رسوندم. بعد یه دفعه زیزی بعد از اینکه مامان رسونده بود برگشت، احساس کرد که مثلا شاید من اینجا باشم. یه دفعه منو دید، وایستاد، گفتش که میخوای برسونمت؟ همینجوری. بعد من اینجوری کردم، گفتم من منتظر اسنپ بودم. بعد به من SMS داد که خیلی خوب من فلان ساعت اونجا. بعد من زودتر رفتم
چیزی هم با فاصله یه چند دقیقه اومد. ما رسیدیم به همون، یعنی یه دعوای حسابی کرده بودیم. این پیاده شده بود از ماشین تو گرما، منم اصلا چیز نکردم. یه بارم رفتم دنبالش، دیدم سوار نمیشه، گفتم برو تو همین گرما واسه خودت پرو بازی میخوای در بیاری. خلاص قرار رو گذاشتیم و رفتیم تو خونه. ما با همین حالت این شکلی یه چای دم کنم، گفتم من چای نمیخورم. گرانامشون زده بود بالا. این حالتی بشینیم بخونیم. بعد شروع کردیم خوندن. همینجوری که داشتیم میخوندیم اصلا شخصیت‌ها عوض شدن. آره ما اصلا مثلا یه آنتیگونه، مثلا ایسمنه یهو شد دیو، نمیدونم همه اینا اصلا یه حالتایی از توشون در اومدن و به چیز رسیدیم، اون تیکه همسرایان نجاتمون داد. به چقدر پرسش داشتیم در مورد همسرایان. اینا کیان؟ شاعرن؟ اینا چیان؟ بعد رسیدیم به پژواک، میگفتیم اینا پژواک صدای مان. اینا چی دارن میگن؟ اینا کیه؟ اصلا یه قشنگ یه تایم به نظرم مبسوطی رو ذهنمون درگیر کرده بود که یعنی چی بابا این همسرایان کیان؟ چرا با هم میخونن؟ چی میخونن یا چی دارن میگن؟ آدم ها آنتیگونه